میگیره. یک انسان دیگه محب العلم، یک انسان دوست میداره که طالب العلم باشه. همین چیزا اگر ما فرق نکنیم ما دینمون رو نمیدونیم از کی بگیریم. یک انسان 4 روز مثلا درس خوندگی میبره در یک مسئله کلام نکتیش خودش گپ میزنه، 100 دیگه خطا ای طرف 100 دیگه خطا ای طرف. آدمای جاهل اقفاش طبق همون چیزشون هوا و هوسشون میرن اقفاش. مثلا همون یک جاهل برآمده که خوارج کلی انسانای جاهل پیرویش میکنن. برای چی؟ برای موافق هوا و هوسشون اومده. برای که موافق هوا و هوس بیا گپ زده. همه کافر برای و این که مثلا باید ما عقیده هر انسان رو بدونیم. این عقیده خوارج و عقیده کی است؟ و عقیده معتزلی است. عمر رضی الله عنه میگه که كان الناس يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العهد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا فأمناه وقربناه وليس لنا على سريرتكم شيئا وإن وليس لنا على سريرته شيئا وإنما يحاسبه الله على سريرته ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر رضی الله عنه این در ریاض الصالحین اومده که یک حدیث در بخاری و مسلم همین خیلی ده حدیث اثر صحیح اومده. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه مردم یک کار که میکردن وحی نازل میشید. این کار حرام، این کار حلال، این کفر، این ایمان، این نفاق. امروز میگه وحی قطع شد. ما به ظاهری انسان ها معامله میکنیم. اگر کسی از شما عمل خیر میگه و ظاهر کرد ما امنش میکنیم نزدیکش میکنیم. باطینی اون الله متعال ما را مکلف به باطینی میکنه، قلبی او را بدونیم. و حتی حدیث رسول صلی الله علیه و سلم حدیث صحیح است. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. يقول الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. لا تصدق ما امر شدگیم از جانب الله که تو با مردم بجنگم لا اله الا الله بگن محمد رسول الله بگن نماز بخونن زکات بدین. وقتی که این کارا کردن میگه مال و جانشون حفظ کردن یا مسلمان شدگیم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. تمام مسلمان به دیگرش حرامه، مالش، دمش، یعنی خونش و آبروش. نباید که خون مسلمان ریخته بشه، نباید که آبروی مسلمان ریخته بشه، نباید که مال مسلمان گرفته شود.